ای نور دلم حیدر شمع شهدان عبایار با مهنت و درد و غم ما رو به تو آوردیم دست همه محزون گیر از بحر خدا جفان داریم زنجیر ز پا بردار از بحر خدا عباس. ای اونایی که رفتید کربلا، ای جمعیتی که رفتید کنار نهر القمه، من امشب میخوام براتون زیارت ابوالفضل بگونم. چراغای محفلم خاموش کنن، چراغای مجلس رو خاموش کنن. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین اشهد انک قد قتلت مظلوما لعن الله من قتلک ولعن الله من ظلمک ولعن الله من حال بینک و بین ماء الفرات ابوالفضل. آی راوی گفت دو تا مریض باز امشب آوردن، هی به من التماس کردن، منم از شما میگم تو حالی که پیدا کردید دعا کنید بی‌بندگان خدا. راوی گفت یه وقت گرد و غبار بلند شد، دیگه من ابوالفضل رو ندیدم، رفتم بالای بلندی ببینم در چه حاله. وقتی نگاه کردم بمیرم دیدم خون از بازوهاش میریزه. آی دستاشو از بدن جدا کردن، همو دست شما شیعه سالم خدمت کنه. آی یارب مددی که ره به جانان ببرم، این آب فرات بحر تفلون ببرم. آی دادم به سکینم وعده آب روان، گر دست نباشدم به دندان ببرم. خدا عقیلة العرب زینب میگن برادرم حسین جلو
به خیمه ها قدم میزد. یک دفعه دیدم رنگ حسین پرید، حالش منقلب شد. گفتم برادرم چه خبر؟ صداد از زینبم منو بی برادر کردن. آی عباسم رو زمین افتاد، آمد سر بالین برادر. چه برادری؟ ولی قدر چمن را بلبل افزرده می‌داند، غم مرگ برادر را برادر مرده می‌داند. نقل کردن لقمان حکیم مسافرت رفت، طول کشید سفرش. لقمان حرفاش پخته و حکیمانه. از مسافرت وقتی اومد گفتن لقمان کجا بودی دیر اومدی؟ شنیدش بهش گفت چه خبر شده؟ گفت لقمان بابات مرد. گفت راست میگی؟ گفت آره. گفت ایداد. گفت چرا؟ گفت رشته زندگی ما پاره شد. به خدا تا بابا زنده دی بچه ها دور همین که بابا میمیره هر کدوم یه طرف میره. گفت پدرم مرد رشته زندگی پاره شد. گفت لقمان بازم دیر اومدی. گفت چه شده؟ گفت مادرتم مرد. گفت راست میگی؟ گفت آره. گفت ایداد. گفت برای چی؟ گفت چراغ خانمون خاموش شد. راست میگه، خانه ای که مادر نداره چراغ نداره، خانه ای که مادر نداره نور نداره. یه وقت صدا زد لقمان بازم دیر اومدی. گفت چه شده؟ گفت برادرتم مرد. گفت راست میگی؟ گفت آره. گفت ایداد. گفت برای چی؟ گفت الان کمرم شکست. آی زن و مرد یه وقت دیدن حسین دستشو به کمر گرفت، صدا زدم بازم الان کمرم شکست. صلی الله علیک یا ابوالفضل العباس، 10 مرتبه به حق العباس یا الله. خب یه چند تا دعاتون کنم بلند آمین بگید. به حق ابوالفضل ما رو بیا، والدین ما رو بیا، مات دینی و دنیایی و اخروی ما رو کفایت، مریضامون رو شفا، دای مغروزین و عذاب، خیر دین و دنیا و آخرت به همه مرحمت. آبروی ابوالفضل ما رو محتاج مردم، جای ما رو محتاج بچه ها موندن، جای مرض طولانی به ما نه، ما رو خار و ذلیل نه، جای در دنیا و آخرت از ما دستگیری، ما رو به خودمون وامن، جای زیر بال ما رو بگیر، جای کمکمون، دوروبر کارامون رو بگیر، جای اون پدر مادرایم که اینجور پاک و دینی ما رو بارا بردن اونا رو امشب بیا. آیا از نسل ما و ذریه ما دشمن برو قرآن و اهل بیت نگذار.